ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا. اخبار رادیو فردا. یک هواپیمایی مسافربری روسی با 15 سرنشین سقوط کرد. آمریکا از ایران خواست پیشنهاد برزیل برای دادن پناهندگی به زن محکوم به سنگسار را بپذیرد. میرحسین موسوی میگوید به مردم نتیجه اندیشه احمد جنتی. و در ایران 3 بامداد است. درود بر شما شنوندگان گرامی، دعوت می‌کنم شنونده آخرین خبرها باشید. دوشنبه شب یک هواپیمای مسافربری روسی با 15 سرنشین سقوط کرد. به گفته مسئولان روسی تنها 4 نفر از سرنشینان هواپیما جان سالم به در بردند. این صحنه هنگامی روی داد که هواپیما با 10 مسافر و 5 خادمه قصد داشت در فرودگاه شهر ایگورتا فرود گیرد. آمریکا از ایران خواست پیشنهاد برزیل برای دادن پناهندگی به سکینه محمدی آشتیانی زن محکوم به سنگسار را بپذیرد. فیلیپ کراولی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه همچنین سنگسار را یک اقدام وحشیانه خواند و خواستار حذف آن از قوانین ایران شد. لولا دا سیلوا رئیس جمهور برزیل گفت کشورش حاضر است به خانم آشتیانی زن ایرانی که به اتهام زنا به سنگسار محکوم شده پناهندگی بدهد. میرحسین موسوی از سران مخالفان دولت می‌گوید فجایع زندان‌های ایران نتیجه اندیشه احمد جنتی دبیر شورای نگهبان و شاگردانش است. نوشته سایت کلمه آقای موسوی ماجرای بازداشتگاه کهنیزک، حمله به کوی دانشگاه و سرکوب معترضان انتخاباتی را وحشیگری و نتیجه نگرش‌های دبیر شورای نگهبان دانست. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید مأموریت جنگی ارتش کشورش در عراق آنگونه که پیشتر اعلام شده بود در روز 9 شهریور امسال به پایان میرسد. آقای اوباما روز دوشنبه در یک سخنرانی در این حال گفت حدود 50,000 سرباز آمریکایی برای آموزش نیروهای عراقی مقابله با تروریسم و پشتیبانی از فعالیت‌های غیرنظامی آمریکا در عراق باقی خواهند ماند. محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران خواستار رسیدگی به اتهامات مالی شد که احمد جنتی به سران مخالفان دولت وارد کرده است. رئیس شورای نگهبان چندی پیش گفته بود اسنادی در اختیار دارد که نشان می‌دهد آمریکا از طریق عربستان سعودی 1 میلیارد دلار به سران مخالفان دولت برای سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی پرداخته است. محمد خاتمی این سخنان را دروغ پردازی و مصداق تشویش اذهان عمومی خواند. ارتباط با جهان امروز رادیو فردا. اگه روز بری سفر بری نمیشم خبر مسیر رویاهای شب دوباره باز تنها میشم به باد میگم پیشم بمونه به باد میگم در تو بمونه